پژوهشگران آمریکایی توانستند با استفاده از سلول‌های بنیادی انسان بیماری دیستروفی عضلانی از نوع دوشین را در موش درمان کنند. یکی از اعضای اصلی این گروه پژوهشی رادبود دارابی پزشک ایرانی است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد. اخیراً نام سلول‌های بنیادین در پژوهش‌های دانشمندان بسیار شنیده می‌شود. توده سلولی که از جنین گرفته و برای تکثیر و ترمیم بافت‌های بدن استفاده می‌شوند. این بار پژوهشگران دانشگاه مینسوتا در شمال آمریکا دستاوردهای جدیدی کسب کردند. دکتر رادبود دارابی، پزشک و متخصص ایرانی، یکی از این پژوهشگران است. در واقع برای اولین بار بود که ما در این تحقیق اومدیم و نشون دادیم که سلول‌های بنیادین جنینی انسان و همچنین سلول‌های بنیادین القا شده انسانی قادر هستند که تمایز پیدا کنند به سمت سلول‌های عضلانی اسکلت. و نکته مهمی که وجود داشت این بود که در واقع تا قبل از این تحقیق که ما انجام دادیم هیچ تحقیق در این زمینه انجام نشده بود و هیچ روش و پروتکلی به وجود نیامد برای اینکه سلول‌های بنیادین رو سلول بنیادین جنینی انسان رو به سلول عضلانی تبدیل کنه. این گروه تحقیقاتی 7 سال را صرف کرده که سلول‌های بنیادین القا شده به دست آمده از پوست انسان را به سلول‌های عضلانی سالم تبدیل کند. مرحله بعدترش که ما در واقع می‌خوایم بریم اینه که بیایم و سلول‌های القا شده بنیادین رو از بیمارانی که بیماری عضلانی مختلف دارن مثل بگیریم و اون بیماری رو از طریق ژن درمانی اصلاح بکنیم و سلول‌های عضلانی اصلاح شده رو از این سلول‌ها به وجود بیاریم و اینو برگردونیم به خود مریض. اونطور اینکه این قضیه چقدر طول می‌کشه خب یه قضیه زمانبری هست و در حال حاضر متدولوژی‌هایی که ما معرفی کردیم و استفاده می‌کنیم و همه توی دنیا دارن استفاده می‌کنن مبتنی است بر ژن درمانی با استفاده از ویروس‌ها. اونی که ما روش در واقع داریم کار می‌کنیم بیماری‌های عضلانی هست، خصوصا بیماری عضلانی دوشن که یه بیماری خیلی در واقع شایعی هست و خیلی هم پیشرونده هست و در حال حاضر درمانی نداره و ما روی اون فوکوس. موفقیت نهایی این روش می‌تواند منجر به درمان دیستروفی عضلانی به خصوص بیماری دوشن شود. تحقیقات و آزمایش با سلول‌های بنیادین همیشه با یک مشکل بزرگ روبرو بوده، اینکه باید جنینی نابود شود تا سلول‌های بنیادین آن در آزمایشگاه استفاده شود. این مشکل اخلاقی دلیلی شد تا جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا تحقیقات سلول‌های بنیادین را متوقف کند. این پسرها و دخترها لوازم یدکی نیستند. وقتی رویان به نام علم نابود بشه، این بچه‌ها نابود شدن. اما معرفی سلول‌های بنیادین القا شده در سال 2008 میلادی که از بافت بدن بدون از بین بردن موجود زنده تهیه می‌شود، مشکل را تا حدودی حل کرد. روشی که در این تحقیقات هم استفاده شده. این سلول هم باعث شد که یک شیفت و تغییری در روند تحقیقات وجود بیاد و در واقع انقلاب در تحقیقات سلول‌های بنیادین بود. و نکته مهمی که اینجا وجود داشت این بود که نشون دادیم که سلول‌های بنیادین القا شده هم همون توانایی‌هایی رو که سلول‌های بنیادین جنینی انسان دارن در واقع دارن و میتونن به صورت قابل مقایسه و به صورت یکسانی قادر تبدیل به سلول‌های عضلانی بشن. پیشرفت این پژوهش با استفاده از سلول‌های بنیادین القا شده می‌تواند در آینده منجر به درمان بیماری‌های مختلف از جمله MS شود. شهریار سیامی، BBC.